منم درود میگم به همه دوستان و خوشحالم که مجددا در خدمتتونیم و این اه، این دیدار و این ملاقات ادامه پیدا کرد و این حلقه متصل باقی موند. با خودم و البته با هماهنگی دوستانی که زحمت میکشند برای برگزاری این جلسه قرار گذاشتیم تا جایی که امکانش برامون باشه و شرایطش فراهم باشه تلاش کنیم این جلسات یک شنبه ها رو زنده نگه داریم، ادامه بدیم و اه، دو تا هدف اصلی رو دنبال میکنیم. یکی از هدفهای اصلی اینه که شاید موفق بشیم به یه تعداد از سوالاتی که طی این چهل و چند جلسه کارگاه به وجود اومد، به یه سری از سوالات که واقعا وقت نشد پاسخ داده بشه یا مطالبی که در طی کارگاه ما اونها رو به عنوان مطالب حاشیه‌ای یا خارج از بی ارتباط به موضوع جلسه تلقی کردیم، بتونیم طی روند این کارگاهی که الان شروع کردیم راجبش یه ذره گفتگو کنیم. خب طی اون کارگاه من به دفعات بهتون قول دادم مطالب دیگری رو که شاید بهتون کمک کنه ذهنتون باز بشه، آگاهیاتون گسترش پیدا کنه یا اه، شاید هوشیاری بیشتری به دست بیاد، اون گونه که من درک کردم باهاتون در میون بذارم. یکی دیگه هدفهای این کارگاه اینه خدمتتون بگم که اه، عنوان هیچ انجیو یا هیچ پسفندی یا هیچ نامی رو هم برای خودمون در نظر نگرفتیم تا محدود نکنیم این گفتگوها رو یا ربط ندیم به هیچ انجمنی. ولی خب طبعا شاید قسمت های از تجربیات من، از آموخته های من از اونجا باشه، قسمتی از تجربه های شخصیم باشه و قسمتی هم از آموخته های علمی و آموزش هایی باشه که توی مسیر زندگی کسب کردم. اه، ازتون میخوام که اگر که علاقه داشتید موضوعی راجبش گفتگو بشه، تو اون تایمی که بخش گرفتن سوالات مطرح میشه، تو اون تایم برای دوستمون که سوالات رو دریافت میکنه، موضوعاتی که مد نظرتون هست که فکر میکنید دوست دارید تو این کارگاه ها بهش بپردازیم، باز کنیم و راجبش گفتگو کنیم و برای دوست گیرنده سوال موقع سوال ها بنویسید. ما اونو لحاظ میکنیم و به ترتیب اعلام میکنیم مثلا هفته بعد کارگاهمون راجع به این موضوع خواهد بود یا دو هفته بعد کارگاهمون راجع به این موضوع خواهد بود تا بپردازیم اونقدر که وقت و عمر باقی باشه حتما میپردازیم به اکثر این موضوعات. میخوام تاکید کنم عزیزان که موضوعاتی که من اینجا مطرح میکنم اساساً نه برگرفته از فقط علمه، نه برگرفته از عرفان و معرفته، یعنی فقط علم نیست، فقط عرفان نیست، فقط 12 قدم نیست، بلکه برایند اون ترکیبیه که حالا براتون توضیح خواهم داد که تو زندگی من داره کار میکنه. یعنی تو زندگی شخصی خود من چیزی از برایند این سه جنبه داره کار میکنه. یعنی هم عرفان هست، هم تجربه برنامه 12 قدم و هم علم و ترکیب اینها شاید برای خود من این کمک رو کرده که یه جاهایی که علم پاسخی برای چیزی نداره و اونجا وای میسه، بتونم با عرفان ازش براش پاسخ پیدا کنم. یه جاهایی که عرفان نمیتونه به طور یقین راجع به چیزی صحبت کنه، استنادهای علمی اونو پیدا کنم، استفاده کنم و یه جاهایی هم از 12 قدم و برنامه های بهبودی 12 قدمی کمک بگیرم برای اینکه بتونم تحلیل بهتری بکنم. به به قولی افرادی که با برنامه های 12 قدمی آشنا هستند، امتیازی که دارن اینه که گوشاشون یه مقداری بازتره تا افرادی که با برنامه های 12 قدمی آشنا نیستن، چون به اعتقاد من اونها موفق شدن قسمتی از ناتوانیشون رو در زندگی مشاهده کنن و برای به دست آوردن توانایی اعلام آمادگی کردن. اما خب آدمایی که خیلی در زندگیشون به قول خودمون عجز برجسته ای ندارن یا موقعیت غیرقابل اداره زیادی تو زندگی نمیبینن، معمولا خب یه خودم گوشاشون بسته است، مثل گذشته خود من
من در گذشته گوشامو گرفته بودم، فقط دهنم باز بود، ولی توی برنامه یاد گرفتم دهنمو بگیرم و گوشامو باز کنم. بعد از اینکه یه مدتی خوب گوش کردم، شنیدن رو یاد گرفتم، فهمیدن رو یاد گرفتم، آروم آروم از تجربه و احساسات خودم هم گفتگو کردم و این شد نتایج این کارگاه هایی که حالا شاید تو این 20 سال گذشته شانس اینو داشتم که برگزار کنم و هیچ هدفی هم جز دادن آگاهی و اطلاعات و در اختیار گذاشتن شما از تجربیاتم ندارم. حقیقتا من به عنوان یک مشاور روانشناس الان شغل خودم رو دارم و به اندازه کافی دغدغه، مشغله و مشغولیت هم در باب تحصیل هم در باب شغلی دارم، اما علاقه داشتم چون دیدم واقعیت، حقیقت بهتون بگم، دیدم من امکان اینو ندارم با تک تک شماها بشینم حرف بزنم، به مسائلتون گوش کنم و بهش پاسخ بدم یا راهکار علمی برای مسائلتون بدم. از یه طرفی هم دلم میسوزه که از یه سری از این چیزا شما خبر ندارید و توش گیر افتادید و دارید رنج میکشید. یه ترکیب جدید، یک آش شل قلمکاری اختراع خودمه این کاری که دارم الان میکنم. امیدوارم که موفق در بیاد، امیدوارم به درد خیلیاتون بخوره، گیجترتون نکنه، حواستون رو پرتر نکنه و کمکتون کنه که بتونید موقعیت های زندگیتون رو بهتر تحلیل کنید، درک بهتری داشته باشید و اگر سوالاتی هم براتون پیش میاد به بچه های گیرنده سوال بدید سوالو، که سعی کنم انقدر توضیح بدم که موضوعات براتون جا بیفته. عجله برای تمرین کردن این دوره از کارگاه ها نداریم، تا وقتی وقت هست و عمر هست ادامش میدیم. حالا یه روزایی ممکنه وقفه هایی بیفته، شما ببخشید اگه وقفه افتاد به خاطر محدودیت های من، ولی سعی میکنیم این کار رو ادامه بدیم. و اینکه لطفاً گفته های من رو با گفته های هیچ کسی مقایسه نکنید. یعنی نیاید بشینید بگید که این حرف شبیه اون بود یا فلانی یه چیز دیگه میگفت. هرچی تو اینستاگرام میشنوید، هرچی تو این فایلا و مسیج های عجیب غریبی که هر روز هزاران عددش برای من هم ارسال میشه دریافت میکنید، که به عقیده من بیشتر آدم ها رو داره گیج میکنه، به تجربه من بیشتر آدم ها رو داره گیج میکنه. یعنی انقدر دیتا و اطلاعات مختلف، انقدر تز و آنتی تز و سنتز توش در میاد که افراد گیج میشن و خود من سالها توش گیج شدم، گیج خوردم و امیدوارم من این کار رو با شما نکنم. و اگر هر جای احساس کردید حرفا داره گیج کننده میشه، برای یه گیرنده سوال بنویسید که من اون موضوع رو بیشتر باز کنم. خب این مقدمه کار. چیزی که میخوام از امروز باهاتون شروع کنم، اولین جلسه‌مون رو با اون آغاز کنیم، اینه که شما رو آشنا کنم با ساختاری که توی برنامه 12 قدمم راجع بهش صحبت میشه. این که انسان کیه، چیه، یا اینکه انسان رو بذاریم کنار، من کیم. خب میدونین که ما در روش ها و متدهای مختلف از نظر علمی ما یه تعریفی داریم راجع به جسم و بدن و ساختاری که داره. از نظر روانشناختی یه تعریفی داریم راجع به ساختار روان و از روش های معنوی و عرفانی هم تعریفی داریم راجع به ساختار روح. ولی آیا، این سوالیه که من همیشه توی کارگاه قدم ها هم میگم از خودتون بپرسید، از خودتون الان سوال کنید، از نظر شما آیا انسان موجودی است مادی که تجربه معنوی در زندگی می کند، یا موجودی است معنوی که در حال یک تجربه زندگی مادی است؟ این سوال بسیار فلسفی و عمیق پایه گفتگوهای ما خواهد بود. یعنی میخوام از امروز بدونید کسی که جواب این سوال رو داره میده، هر جوابی که بدید همه درک شما به زندگی، همه احساسات شما نسبت به زندگی بر اساس پاسخ این سوال تشکیل میشه. آیا من یک بدنم که تجربه روحی میکنم، یا من یک روحم که تجربه جسمی میکنم؟ طی روند گفتگوهامون تلاش بر اینه که شما خودتون بتونید به یه درک برسید و هویت
پاسخ من کیستم رو برای خودتون انتخاب کنید. توی برنامه 12 قدم یک جای خیلی قشنگی داره که من باید یاد بگیرم، عادت کنم، هی نرم اونجا. خب به من وقت بدید، چون میگم من این کار رو تا حالا نکردم که هم با اعضایی که 12 قدم رو میشناسن راجع به این چیزا صحبت کنم، هم یه ذره علمی تر و تخصصی تر. یه ذره طول میکشه من به اینجا و اونجا دست نندازم و استناد کنم به چیزایی که خودم باید راجع بهش صحبت کنم. بارها شنیدی که انسان موجودی است که از نظر حیاتی و بقایی وجودش دارای سه جنبه داره: جسم، روان و روح. از نظر جسمی بدن ما که مجموعه ای از استخوان‌ها، رگ‌ها، گوشت، چربی، عضله، پوست و اعضای داخل اونه، جنبه جسمی یا سخت افزاری وجود ما رو تشکیل میده. یعنی ما از نظر هویتی یک بدنیم که توانایی اندیشیدن و فکر کردن هم دارد، میشه روان یا ذهنمون، اون جنبه تفکر و تعقل ما که فیزیکی نیست، مادی نیست، نمیتونیم با دست بگیریمش، نمیتونیم لمسش کنیم، در قالب ماده قابل تجربه نیست، ولی وجود داره و قسمت زیادی از هویت و شخصیت ما رو هم تحت تاثیر قرار میده. پس جنبه دوم میشه جنبه روان ما، و جنبه سوم که روح ماست، همان چیزیه که بهش میگیم ایسنس یا جان. چیزی که وقتی که یک نفر زنده است میگیم جان دارد، و وقتی که بدن هست جلوی چشمونه اما دیگه زنده نیست میگیم جان از بدن خارج شد، جان داد، دیگه جان ندارد. فیلم مادر بود. دیگه جان ندارد یعنی بدن هست ولی جان ندارد. چیزی که راجبش به عنوان روح صحبت میکنیم همان اسنس یا انرژی است که باعث بقا و حیات ما میشه. یکی از جنبه های یکی از متد، اینو بگم، ما سه تا متد برجسته روانشناسی تو دنیا داریم. یه ذره دیگه قرار شد اینجا راحت‌تر باهاتون حرف بزنم. ما سه تا متد شناخته شده برجسته روانشناسی تو دنیا داریم که امروزه مبانی درمانی بیشتر بر اون سه تا میره. امیدوارم علما و فضلایی که صحبت‌های منو میشنون اگه میدونن 5 تاست یا 7 تاست به من خورده نگیرن. من دارم راجع به اون سه تایی که به درد این جمع میخوره صحبت میکنم. اونا رو سخت نگیره. ما سه جنبه داریم که یک پایه روانشناسی کلاسیکه که فروید، روانشناس معروف که الان هر جای اینستاگرام رو باز میکنید هر کی هر چی میخواد بگه از قول فروید میگه، یعنی میگه زیرش هم مینویسه فروید. فروید روانشناسی بود که در مرحله‌ای با روان انسان آشنا شد که به این نتیجه رسید که انسان موجودی است که در جستجوی لذت بقا میکنه و هر جایی پاسخی برای لذتهاش در زندگی پیدا نکنه سرکوب میشه یا عقده پیدا میکنه و بعد از اون بقیه زندگیش برای پاسخ به اون عقده رفتار میکنه. یعنی اگر کسی در مسئله جنسی سرکوبی تجربه کرد در بچگی، مورد تجاوز قرار گرفت، این زخم پیدا میکنه و بقیه زندگیش شخصیتش به دنبال پاسخ به اون زخم بچگیشه. اگر در بچگی فقر رو تجربه کرد و به خاطر فقر رنج شدیدی رو تجربه کرد، نتونست لذت‌هایی رو که دوست داره در زندگی به دست بیاره، زخم پیدا میکنه و اون زخم باعث میشه بقیه زندگیش به دنبال پاسخ به اون زخم بیپولی بیفته دنبال پول به هر قیمتی. یعنی فروید معتقد بود انسان بر اثر زخم هایی که پیدا میکنه که این زخم ها
به خاطر عدم موفقیت در کسب لذت در غریزه و امنیتی است، بقیه زندگیش تحت اون قرار میگیره. و متد فروید رو میگن انسان در جستجوی لذت، و میگن انسان رو به عنوان موجودی لذت طلب و در جستجوی لذت شناسایی میکنه. این پایه روانشناسی کلاسیکه که شما عموما به روانشناسای کلاسیک مراجعه بکنید، در جستجوی تروماها و زخمهایی از این گونه هستند تا اینها رو درمان کنن و بهش بپردازن. نسل بعد از اون روانشناسی هست به نام آدلر که میگه انسان نه فقط در جستجوی لذت زخم میخوره، بلکه میره به دنبال کسب قدرت در اون چیزی که لذت برده و اونجا زخم بهش میخوره. و میگه انسان موجود نیست که در جستجوی قدرت است و وقتی در قدرت کسب کردن شکست میخوره، زندگیش تحت تاثیر اون میشه. مثال این انسان در جستجوی قدرت هم الگوی رابطه هموابسته است. یعنی مثلا در رابطه هموابسته یکی از مثالهای برجستهش اونایی که مسئله هموابستگی دارن دقیقا افرادی هستن که در جستجوی قدرت تلاش میکنن تا در رابطه به اندازه کافی قدرت داشته باشن تا بتونن احساس لذت بکنن. یعنی مثلا یه هم وابسته، حالا اینا رو خیلی راجبش توضیح میدم، مثلا یه هم وابسته وقتی مطمئن میشه که وابسته متقابلش هر چی میخواد انجام میده، یه چیزی درونش میگه آخیش من قدرت کافی روش دارم، من مسلطم توی رابطه. پس دسته دوم روانشناسا گروهی هستن که انسان رو در جستجوی قدرت شناسایی میکنن و معتقدن که انسان سرکوب میشه، شکست میخوره، عدم موفقیت در به دست آوردن قدرت باعث میشود که سرخورده شود و زندگیش تحت تاثیر اون سرخوردگیه. دسته سوم که جدیدترین نوع در حقیقت دیدگاه به انسانه، متدیه که دکتر فرانکل، همون روانشناسی که این روزها شاید خیلی هم باز راجبش دارید میشنوید، هم از من هم از دیگران، که میگه که انسان درسته که در جستجوی لذت زندگی رو آغاز میکنه، اما وقتی در چیزی لذت برد میره دنبال این که تو اون چیز قدرت کسب کنه. یعنی اگر رفت از پول در آوردن لذت برد، میره که حالا بیشتر و بیشتر و بیشتر پول کسب کنه. اگه در رابطه جنسی لذت برد، میره که بیشتر و بیشتر و بیشتر. و اگر انسان در چیزی لذت برد و به دنبال بیشترش افتاد، یک نقطه ای رو ملاقات میکنه که علی رغم اینکه هر چی بیشتر میخواسته به دست آورده، باز هم احساس پوچی و کلمه او پوله رو هم در آوردی، حالا که چی؟ میگفتی ازدواج کنم حالم خوب میشه، ازدواج کردی، حالا که چی؟ گفتی بچه دار بشم حالم خوب میشه، بچه هم که داری، حالا که چی؟ پس چرا دوباره حالت خوب نیست؟ دکتر فرانکل گفت در حقیقت انسان در جستجوی معناست برای زنده ماندنش و زنده بودنش و به لذت و قدرت پناه میبره تا این جستجو رو یه جوری باهاش اخت بشه و باهاش لذت ببره، اما به جواب نمیرسه و در نهایت در جستجوی معناست که انسان داره همه این بالا پایین ها رو زندگی میکنه. یعنی همه ما از دیدگاه ایشون موجوداتی هستیم که در مرحله‌ای در زندگی کاری رو برای لذتش میکنیم. مثلا میایم تو برنامه خدمت میکنیم، حال میده. اونایی که میریم توی یه خیریه‌ای مشغول به خدمت میشیم، کمک به دیگران، ازش لذت میبریم، حال میده. بعد کم کم دلمون میخواد اونجا یه قدرتی داشته باشی،
کم کم دلمون میخواد جزو هیئت امنا باشیم، جزو بنیانگذاران باشیم، جزو گرداننده ها و رؤسا باشیم، جزو مدیران باشیم، جزو اونایی باشیم که قدرت دارن، تصمیماتی میگیرن. اون دوره رو که پشت سر گذاشتیم، بعد از اون میگیم خب این اوج این همه این لذت هایی که این مجموعه میشد ببری بردی. حالا که چی؟ شدی رئیسه، شدی اون بالا، همه رو بردی. حالا که چی؟ باید برای این بودنت یک معنا پیدا کنی. و این خلأ و کمبود معنا دقیقا چیزیه که شما میتونید امروزه تو زندگی انسان قرن 21 ببینید. یعنی ماشین رو میخری، 6 ماه، 1 سال، 2 سال تو صف وایستادی، نوبت ثبت نام کردی، به درت در اومده، این کلا اون کلا کردی، به یه قدرت تو گذاشتی و پیش خودت گفتی این ماشینه رو بخرم چه حالی میکنم. ماشینه رو میخری، میشینی توش، روز اول نه تا روز دوم باش حال میکنی، از روز سوم چشت به ماشینای دیگه ایه که تو خیابون داره راه میره و دیگه اصلا ماشین خودتو نمیبینی. برای بعضیا 1 هفته است، برای بعضیا 2 هفته است. خوشحالی رسیدن به اون قدرته که پشت فرمونش نشستم، بالاخره مال من شدی، دختره رو به دست آوردم، پسره رو به دست آوردم، شغله رو به دست آوردم. خوشحالی اون به دست آوردنه بعد از یه تایم کوتاهی از بین میره و دیگه تو دنبال یه چیز دیگه هستی تا با به دست آوردن اون احساس قدرت کنی. از نظر شیمی مغز اینا همش رابطه مستقیم داره با وضعیت هورمونی بدن ما. ما هورمون هامون تحت تاثیر موقعیت هایی که توش قرار میگیریم و ترشحات هورمونیمون در داخل بدن متفاوته، تغییر میکنه. و این خیلی طبیعیه که وقتی ما مراحلی از به دست آوردن و لذت رو تجربه میکنیم، این میزان پاداش کاهش پیدا میکنه. مثل همون چیزی که یه نفر معتاد وقتی اولش مواد میزنه، واو، بعد کم کم دیگه اثرش رو از دست میده، باید دوزو ببره بالا. دوزو میبره بالا تا ماکسیموم دوز که مسموم بشه مصرف میکنه، دیگه نشه نمیشه. بعد مجبور میشه چند تا ماده رو با هم قاطی کنه تا شاید ترکیب اونا اثری روش بذاره و میرسه به اونجایی که دیگه چه میزنه چه نمیزنه دیگه نشه نمیشه. یعنی هیچ فرقی بین این دوتا نیست. یعنی اون حالته که تو دیگه از به دست آوردن چیزی هم پاداش نمیگیری و میرسی به بحران معنا. دکتر فرانکل نسل سوم روانشناسی که در حقیقت جدیدترین و کاربردی ترین ایده رو راجع به انسان امروز داره. یعنی انسان امروز انسانیه که میزان دستاوردها، موفقیتاش، امکاناتش، رفاهش قابل مقایسه نیست با انسان 100 سال پیش، با 200 سال پیش. امکاناتی که ما امروز داریم برای زندگی کردن، برای مسافرت کردن، برای سرمایش، برای گرمایش، برای همه الگوهای زندگی الان اصلا قابل مقایسه نیست با انسان 100 سال پیش. ولی چرا میزان شادی، رضایت، احساس خوشحالی کمتر شده؟ چون میزان خوشحالی و رضایت رابطه داره با معنا بودن زندگی من، نه امکانات زندگی من. اونها بزرگتر شده، ماشینا پیشرفته تر شده، نمیدونم امکانات اقتصادی تغییر کرده، ولی چرا احساس شادی، رضایت و خوشحالی تو انسان کاهش پیدا کرده؟ چون دیگه مغز به چیزایی که داره پاداش نمیده. اصلا اینقدر ببینید یه موضوعی هست، میگن مثلا 100 سال پیش تلویزیون اختراع شد. من مثال میزنم، رو عدداش گیر ندید، تاریخ دقیقش رو ثبت نکردم. 100 سال پیش تلویزیون اختراع شد. از 100 سال پیش که تلویزیون اختراع شد تا 50 سال بعدش فقط یه مدل تلویزیون سیاه‌سفید بود. یعنی همون اختراع 50 سال تغییر نکرد. ولی بعد از 50 سال یا 60 سال تلویزیون های جدید شروع شد رنگی.
بعد شد تلویزیون ها از اون قابچوبی ها در اومد، شد تلویزیون. امروز نگاه میکنی هر 3 ماه یه بار یه نسل جدید از تلویزیون میاد تو بازار. یعنی اینقدر امکانات و شرایط گسترده شده که آدم وقت نمیکنه با این سرعت. یعنی شما هر چی میخری از بازار عقبی. یعنی گوشی آیفون اینو میخری، هنوز نیومدی یاد بگیری چجوری کار میکنه، اون دیگه قدیمی شده، باید آیفون بعدی رو بخری. همش عقبی. این مدل زندگی که انسان پر دستاورد شده، پر امکانات شده، اما میزان شادی و رضایتش به همون نسبت کاهش پیدا کرده، زایده بحران معناست. دکتر فرانکل توجهشون میذاره روی این. علاقمند هستید در ایران فکر میکنم 10 12 جلد 12 تا از کتاب هایی که ایشون نوشته ترجمه شده به فارسی، میتونید تهیه کنید. تموم کتابای ایشون ارزش خوندن داره، به خصوص برای انسان مدرن امروزی. ولی نکته ای که هست، از دیدگاه ایشون، از زاویه‌ای که ایشون به انسان نگاه میکنه، بیشتر به دنبال اینه که به بودن انسان، به انسان بودن ما، به معنای بودن ما بپردازه و به ما کمک کنه که ما اگر معنای زندگیمون رو درک کنیم و با اون معنا زندگی کنیم، شانس اینو داریم که لحظات بیشتری از آنچه که هست خوشحال و شاد باشیم و لذت ببریم، به جای آنکه گرفتار آنچه که نیست باشیم. خب وقتی به آنچه که هست بپردازیم، به آنچه که دوست داریم هم میتونیم برسیم. ایشون معتقد، راجع به اینا رو براتون توضیح دادم تا ابتدای حرفای من بدونید که تمرکز گفتگوها به چه سمتی میره. و اینکه از دیدگاه ایشون انسان موجودیه که وجودش دارای 3 جنبه است: جسم، روان و روح. یکی از مثالهای با ارزشی که همیشه مطرح میشه اینه که جسم انسان به مثابه یا مشابه بدنه هواپیماست. یعنی تجسم کنید خودتون رو که ما بدنمون بدنه هواپیماست، ذهنمون موتور هواپیماست و روحمون خلبان هواپیماست. این هواپیما در اثر همکاری بدنه، موتور و خلبان موفق میشه مأموریتی رو، کاری رو به انجام برسونه، به نتیجه برسونه. و هر کدوم از این 3 تا سر جای خودش نباشه، این عمل متوقف میشه. یعنی ما برای پرواز به یک بدنه، به موتور و به خلبان احتیاج داریم. از دیدگاهشون همکاری این 3 جنبه وجودی ماست که یک مسیر، یک پرواز موفق توی زندگی رو برای ما رقم میزنه. و هر روش درمانی و هر دیدگاهی که هر 3 تا رو با هم در نظر نگیره، حتما یه جایی مسیر رو متوقف میشه و از کار میفته. یعنی اگر به بدنمون نرسیم و مراقب سلامت بدنمون نباشیم، هر چقدر که مسائل روانشناسی رو خوب یاد بگیریم و درک کنیم، یه روزی به خاطر اختلالات بدنی، به خاطر دردهای فیزیکی، از درک روانی عاجز خواهیم شد. یعنی هر چقدر که برو ذهنتو تجهیز کن، تکنیک یاد بگیر، روانشناسی یاد بگیر، اگه بدنتو سالم نگه نداری، نمیتونی با اون روانی که ساختی کاری رو که میخوای انجام بدی. بدن همکاری نمیکنه. حالا برو هی مسائل روحی تمرین کن، هی برو فعالیت های معنوی و روحی بکن، هی برو مدیتیشن بکن، کارهای مذهبی تو انجام بده. به بدنت رسیدگی نکن، به روانت رسیدگی نکن. اینا هر کدوم میتونن یه جای کارو بخوابونن. یعنی تو میتونی یه عالمه اعتقادات معنوی خوب داشته باشی، ولی به دلیل اختلال روانی یه آدم مخل جامعه، اصلا مخل خانوادت باشی، مخل یه عالمه هم اعتقادات معنوی، اصلا حرفای روحانی، اصلا میتونی یه جوری راجع به خدا صحبت کنی همه موهای تنشون سیخ شه. ولی موقعی که میخوای تو زندگیت عمل کنی، اختلال روانیت نمیذاره. حالا روانت سالم باشه، میخوای اون احساسات معنوی تو،
آموخته های روانی تو به عمل در بیاری. جسمت اجازه نمیده، محدودیت جسمی داری، همش باید دنبال دوا درمونت باشی به جایی که بتونی بری اثری از اون کار توی دنیا بذاری. پس مراقبت کردن و آگاه بودن از وضعیت سلامت جسم، روان و روح، هر ستاش مهمه. یکی دیگه از مثال هایی که برای درک، اگر میگم من، اگر امروز شما بتونید این درک رو برای خودتون بسازید، این باور رو برای خودتون بهش فکر کنید، اندیشه کنید راجبش، که من از چه زاویه‌ای به وجود یک انسان نگاه کنم یا خودم رو چگونه شناسایی کنم تا اثر بهتری در این دنیا داشته باشم. هدف آگاهی های امروز ما اینه. یه مثال دیگه براتون بزنم، مثال خیلی قابل لمس. اینو خوبه بدونید که کامپیوتر رو از روی انسان ساختن. مجموعه ای که ما امروز میشناسیم به اسم کامپیوتر، این بعد از مشاهدات نحوه عملکرد ذهن انسان، بدن انسان و روح انسان طراحی شده. و سیستمی که در کامپیوتر وجود داره، ما یک قسمتی در کامپیوتر داریم به نام سخت افزار، بهش میگن هاردور. قسمت قابل لمس و قابل تاچ کردن یک کامپیوتره. حالا اگه لپتاپ دارید میشه لپتاپتون، اگه موبایل دارید، یک گوشی هوشمند دارید، میشه گوشیتون. گوشی شما سخت افزاره، هاردوره، از جنس سفته، دست میزنید قابل لمسه، مثل بدنتونه. پس وقتی راجع به کامپیوتر صحبت میکنیم، میگیم که قسمت سخت افزار کامپیوتر مثل سخت افزار بدن ما میمونه. سیمکشی داره، سی پی یو داره، نه فن داره، سیستم گردش انرژی داره، گردش برق داره، این رگای بدن ما. کلا بدنه کامپیوتر شبیه بدن ما یک سیستم انتقال آگاهی، انرژی و دیتاست. قسمت دومی که روی کامپیوتر نصب میشه بهش میگن سافتور یا نرم افزار. نرم افزار اون مجموعه دیتا و برنامه هاییه که باعث میشه ما بتونیم از این سخت افزار استفاده کنیم. اگر نرم افزار نباشد، سافتور نباشد، سخت افزار برای ما قابل استفاده نیست. پس یک قسمت سخت افزاره، یک قسمت نرم افزاره، و در نهایت یک نفری لازمه که بشینه پشت اون و از این استفاده کنه. بهش میگن کاربر، یوزر. یعنی کسی که میشینه پشت کامپیوتر و از این کامپیوتر استفاده میکنه. انسان دقیقا ساختارش مثل کامپیوتره. یه قسمت بدن داره، یه قسمت روان داره، یه قسمت روح. در مثالی که دارم براتون میزنم، روح ما مثل کاربری میمونه که میشینه پشت این کامپیوتر تا از این کامپیوتر استفاده کنه. برنامه ای که روی این کامپیوتر نصبه، نرم افزاری که روی این کامپیوتر نصبه، باعث میشه که این استفاده کننده یا یوزر بتونه با سخت افزار ارتباط برقرار کنه، اطلاعاتی رو ارسال کنه. برای مثال براتون بگم، شما این گوشیتون رو بر میدارید، میرید داخل این گوشی یه سوالی مطرح میکنید. شما وقتی این سوال رو مطرح میکنید به عنوان استفاده کننده از این دستگاه، شما سوال رو مطرح میکنید، نرم افزاری که روی گوشی شما نصبه سوال شما رو به زبان ماشین، بهش میگن بایناری، زبان ماشین، به 0 و 1 تبدیل میکنه به یک زبانی که اون قطعات الکترونیک سخت افزار اون زبان رو میفهمه. تبدیلش میکنه به یک نوع دیگه ای از اطلاعات که سخت افزار اون رو درک میکنه. پروسس انجام میشه، این جواب رو میده به نرم افزار، نرم افزار تبدیل میکنه به زبانی که بنده که اینور نشستم میفهمم و پاسخم رو دریافت میکنم. پس در یک تبادل هستیم از انرژی، کاربر، نرم افزار و سخت افزار. وقتی ما یک کامپیوتر استفاده میکنیم تو این سیستمی، ما به عنوان انسان هم ساختار وجودمون دقیقا همینه. ذهن ما
نرم افزاری رو در خودش داره که کارش تبدیل اطلاعات، تبادل اطلاعات بین روح و جسم، یک واسطه است. ذهن ما قرار بر اینه که در خدمت روح ما باشه تا ارتباط بین جسم و روح برقرار بمونه و ما مسئولیت یا کار یا اون تسکی که داریم، اون کاری که میخوایم انجام بدیم و بتونیم انجام بدیم. حالا تصور کنید کامپیوتر شما ویروس میگیره، چه اتفاقی میفته؟ وقتی کامپیوتر ویروس گرفت، یعنی حافظه ای که قرار اطلاعات رو بین این دو قسمت مرتبط کنه آلوده است به اطلاعات غلط و ویروس داره. در نتیجه شما وقتی که کامپیوترت ویروس میگیره، احتمالا دیگه همه تجربه کردین، یا گوشیتون ویروس گرفته یا کامپیوترتون ویروس گرفته. چه اتفاقی میفته؟ دسترسی به یه سری از قسمت ها قطع میشه. یعنی ویروس ارتباط شما رو با یه سری از قسمت‌های بانک اطلاعاتیتون و سخت افزارتون قطع میکنه. اجازه کنترل شما روی کامپیوتر رو نمیده و خیلی جاها شما چیز دیگه ای تایپ میکنی ولی میبینی رو صفحه کامپیوتر داره چیز دیگه مینویسه، اصلا یه جوابای دیگه میده، شما یه چیز دیگه، یه صفحه دیگه باز میشه، یه دفعه ببینی یه صفحه دیگه. تا حالا کامپیوترتون ویروس گرفته این صحنه رو ببینید؟ یه دفعه یه صفحه خود به خود باز میشه، بعد یه صفحه دیگه باز میشه، بعد یه صفحه دیگه باز میشه، بعد کیبورد دیگه از دستتون خارج میشه، صفحه کلید رو دیگه نمیتونین کنترل کنی، دیگه خودش هر کار میخواد میکنه. تنها کاری که میتونی بکنی خاموش کنی. من ویروس هایی دیدم که میخوای خاموش کنی حتی نمیذاره خاموش کنی. یعنی میخوام بهتون بگم اینقدر این ویروس ها قدرت دارن. روان انسان هم دقیقا آسیب پذیریش عین نرم افزار کامپیوتره و ویروس میگیره. ذهن ما از بچگی شروع میشه به این که یک سری برنامه ها، دیتا ها و اطلاعات به همون داده میشه. لای اینها یه سری اطلاعات غلط، باورهای غلط، آموزش اشتباه، حتی خیلیاش نتیجه عقده ها و نفهمی های آدم های پیرامونمون، معلم مدرسمون، آموزش و پرورشمون، بچه های خیابون. لای این آموزش ها یه سری دیتا های غلط که ویروس به حساب میاد برای ذهن ما وارد میشه و ما همین جوری که میریم جلوتر، آروم آروم ذهنمون که قرار بوده در خدمت روحمون باشه تا رابط بین ما با بدنمون بشه، اختلالاتی نشون میده و هر کار دلش میخواد میکنه. مثل گوشی که ویروس گرفته هر کار دلش میخواد میکنه. برای همین هم اگه دقت کنید، باز اگه گوشیاتون ویروس گرفته باشه که بعید میدونم کسی این بلا سرش نیامده باشه، یه ذره که کار میخوای بکنی انقدر اذیت میکنه. یه وقت میبینی گوشیت داغ کرد، یه وقت میبینی گوشیت هنگ کرد. تنها کاری که داری اینه که خاموشش کنی، دوباره روشن بشه، یه تایم کوتاهی تا اون ویروس قدرت پیدا کنه بتونه دوباره سوار بشه، یه کار کوچولی باش بکنی. برای همین ما هم وقتی ذهنمون ویروس میگیره میریم دنبال این که ذهنمون رو با یه چیزهایی برای دقایقی خاموشش کنیم، آرومش کنیم، ساکتش کنیم و برای فرار از این حجم آشفتگی ذهنی، یکی به مواد پناه میبره، یکی به غذا، یکی به فضای مجازی، یکی به مسائل جنسی، یکی به قمار. و فقط هدف اینه که برای چند دقیقه این حجم از آشفتگی فکری، ذهن به هم ریخته، آروم بگیره تا بتونه دوباره برگرده به کارهای روزمره و کاراشو پیش ببره. این مدلی که ذهن ما به خاطر آغشته شدن به یک سری باورها و الگوهای ناکارآمد که دقیقا مثل ویروس در ذهن ما هستن، الگویی که ما راجع به کامپیوتر و روان انسان ازش استفاده میکنیم. روان ما دقیقا اینجوری عمل میکنه و ما رو از کار میندازه. حالا تجسم کنید این کامپیوتر ویروس گرفته و ما میخوایم ازش استفاده کنیم. یعنی طی سالها
یه عده‌ای ویروس های مغزشونو دیگه، حالا قدیم ترا اینجوری بود، ما یه دونه دیسک یکی میگرفتیم میذاشتیم تو کامپیوترمون یه برنامه ای رو نصب کنیم، تو اون دیسک ویروس بود. خیلی وقتا این اواخر هم هنوز رایج بود، یه فلش مموری، یه دونه یو اس بی میگرفتیم، میگفتیم آهنگ داره، فیلم داره، میتونی بزنی به کامپیوترت نگاه کنی، میگرفتیم میزدیم، داخل اون ویروس بود و ویروسه به وسیله اون برنامه میومد داخل کامپیوتر ما، کامپیوتر ما رو هم آلوده میکرد. خیلی از اطلاعاتی که امروزه داره دست به دست منتقل میشه و وارد ذهن ما میشه، ویروسی بیش نیست، ولی لای یه سری اطلاعات خوب بسته‌بندی شده ویروس ها هم میاد و وارد مغز ما میشه و به جای اینکه کمک کنه به کارایی بیشتر مغز ما، ذهن ما، اون رو قفل میکنه، گیجمون میکنه و ناکارآمد میکنه. پس شناخت این که چه چیز ویروسه و چه چیز ویروس نیست، این یه کاریه که آدمای کامپیوتر باز و کامپیوتر بلد میدونن که برای این کار میان ویروس کش نصب میکنن روی کامپیوتر. یک برنامه که وقتی اطلاعاتی از جنس ویروس میاد اونو شناسایی میکنه، هشدار میده، یا پاکش میکنه یا اجازه نصبشو نمیده، یا به تو هشدار میده که این ویروس داریم. ما ذهن هامون برنامه مراقبتی برای اینکه از ورود ویروس ها جلوگیری بکنه متاسفانه نداره و طی سالها ذهن ما در دسترس همه بوده. هر کی هر چی دلش خواسته، از شاهین خانوم، معین خانوم، عمه، خاله، دایی، عمو، همسایه، معلم، هر کی هر چی دم دستش بوده اینجوری بابیل ریخته تو کله ما و ما مثلا حق انتخاب نداشتیم، همه چی رو ریختن به عنوان الگوها و ارزشها و باورها و ما سالها با یه چیزایی زندگی کردیم و توی زندگی به یه عالم نقطه بیقدرتی رسیدیم فقط به خاطر اینکه هیچ وقت نیومدیم ببینیم این بانک اطلاعاتی ذهنمون که داریم ازش استفاده میکنیم بر مبنای چه دیتایی، بر مبنای چه اطلاعاتی داره کار میکنه، این اطلاعات رو کی داده، صحتش از کجا میاد، برای زندگی من چجوری کار میکنه. ما فقط هر روز صبح که بلند میشیم این کامپیوتر مغزمون رو روشن میکنیم، تا شب میدویم ازش استفاده میکنیم، هزار تا گند و خرابکاری و بعد تازه یا عالمه ویروس خودمون داریم، میریم به دور و بریامون هم ویروس هامون رو میدیم. این خیلی باز دوباره خنده داره، یعنی خودمون آلوده به ویروس شدیم، روانمون آلوده است، حالا میریم به بقیه هم به عنوان یه سری فکت و اظهار نظر همینا رو میکنیم تو کله بقیه و ویروس رو منتشر میکنیم. مثلا یکی از این کارا انتقال ترسای جمعیه. این ویروسه ترس جمعی اینه، شما یه شایعه درست کن، بده به 10 تا آدم ترسو، اونا زحمتشو میکشن بین 100 تا تقسیم میکنن، اون 100 تا زحمتشو میکشن بین 100,000 تا تقسیم میکنن، شما شایعه رو بنداز وسط، افراد ترسو همه برش میدارن، خودشون تکثیرش میکنن. چون آدم ترسو، چرا میگم افراد ترسو؟ چون آدم ترسو آدمیه که احساس ناامنی میکنه، پس برای کسب احساس امنیت دست به هر چیزی میندازه. آدمی که نمیترسه احساس امنیت میکنه هر چیزی رو قبول نمیکنه، دست به هر چیزی نمیندازه، نمیپذیره هر چیزی رو. ولی آدمی که ترسیده دست به هر چیزی میندازه و وقتی دست انداخت میاد میره به بقیه میگه اینه و این گسترش پیدا میکنه. شایعه ها همینجوری گسترش پیدا میکنن، ترسای جمعی. یه شایعه درست میکنن، نمیدونم دلار قرار اینجوری شه، عموم اونایی که از این بابت ترس دارن همشون گرفتار میشن، شب خواب آشفته میبینن، نمیدونم اون ورشکست میشه، اون پولدار میشه، دق میکنن، سکته میکنن و بعد میبینی که همه اینا بازی روانیه و روانی که ویروس داره در بازی های روانی گیر میفته. ما باید آگاه بشیم از این که کامپیوتری که ما داریم، مغز ما، قراره یک هارمونی بین جسممون و روحمون برقرار کنه و توجه و تمرکز ما روی این خواهد بود: شناخت اختلال ها و ویروس هایی که در ذهن ما نصب شده. ما
چون شخصی نمیتونیم اینجا کار کنیم، سعی میکنیم راجع به اختلالات شناخته شده عمومی که میشه حد زد مخاطبین بیشتری باهاش سر و کار دارن و درگیرن و اونها به عنوان ویروس در ذهنشون به عنوان یک باور، یک ارزش ثبت شده و دارن سالها اون مدلی با اون باور زندگی میکنن و با همه فضایی که ذهنشون گرفته این ویروس ها، با یه ذره از فضای ذهنشون دارن به سختی زندگی میکنن. ببینید مسئله اینه، ما ذهن ما خیلی تواناست، خیلی قدرتمنده، خیلی کارا ازش برمیاد، ولی وقتی ویروس میگیره حجم زیادی از تواناییش صرف مبارزه با این ویروس ها، سرکوب این ویروس ها و تحت کنترل این ویروس هاست و قسمت کمیش برای خودآگاه یا روزمره ما باقی میمونه که اون زندگی رو سخت و پرزحمت میکنه. یعنی باید از یک حجم کمی از حافظه برای رسیدگی به مسائل بسیار زیادی استفاده کنیم. هر چقدر ما ذهنمون رو خالی کنیم از اینها، ذهنمون رو پاک بکنیم، فضای حافظمون در اختیار آگاهیمون قرار میگیره و ما میتونیم از آگاهی هامون بیشتر استفاده کنیم. هر چقدر این فضا آلوده تر باشه، ما نمیتونیم از آگاهی هامون استفاده کنیم چون ذهنمون درگیر ویروس هاست. و یه چیز جالب تو همینجا بهتون بگم، چیزی که ما راجع به مدیتیشن یا مراقبه صحبت میشه، از اساتید بسیاری حتما راجع به شنیدید، اتفاقی که میفته اینه که وقتی که ما میایم شروع میکنیم به پاک کردن فضای ذهنمون و این ویروس ها رو آروم آروم کم میکنیم، یک فضای خالی به وجود میاد. دقیقا این کامپیوتر، اینو براتون مثال بزنم. شما اگر کامپیوترتون به اینترنت، شما گوشیتون، کامپیوتر رو نگم گوشی بگم براتون راحت تره، شما وقتی که گوشیتون به اینترنت وصل هست، دسترسی به یک بانک گسترده اطلاعاتی دارید. ولی وقتی گوشیتون به اینترنت وصل نیست، انها دسترسی دارید به اطلاعات موجود در داخل گوشیتون. یعنی اگر شما چیزی رو از گوشیتون میپرسید، اگر به اینترنت وصل نباشه، حجم اطلاعاتی که داره در حد حافظه خود گوشیه، چیزایی که تو گوشی سیوه فقط همونو میدونه. ولی وقتی همین رو به اینترنت وصل میکنی، هر چیزی که در بانک اطلاعاتی جهانی وجود داره به وسیله اتصال به اینترنت در اختیار ما قرار میگیره. قابل درک این موضوع؟ متوجه موقعیت هستید؟ اگر ما به اینترنت وصل نباشیم، بانک اطلاعاتی ما چیزاییه که تو گوشیمونه، ولی اگه به اینترنت وصل بشیم، بانک اطلاعاتی ما در سطح جهان، هر چی که گسترده هست، ما میتونیم به اون متصل بشیم و ازش استفاده کنیم. وقتی ما مدیتیشن میکنیم و وقتی مدیتیشن نمی کنیم، دقیقا همینه که ما به اینترنت وصل میشیم یا وصل نمیشیم. وقتی که ما بانک اطلاعاتیمون حافظه خودمونه و از اینجا استعلام میگیریم و با اینجا ارتباط برقرار میکنیم، هیته آگاهی ما در حد اونیه که اینجا سیف داریم. ولی وقتی مدیتیشن میکنیم، وقتی وصل میشیم به اون منبع خلقتمون، که این یه فراینده، من اینو حالا تو این کارگاه هم خیلی توضیح خواهم داد، وقتی به اون وصل میشیم، ما وصل میشیم با اینترنت، بی سیم وصل میشیم به اون بانک اطلاعاتی مرکزی و ما در دسترسمون قرار میگیره هر آنچه آگاهی هست که در کل عالم پخش و منتشر میشه. حالا ذهنمون چقدر مهمه که تمیز باشه؟ ذهنی که ویروس داره، یک، اجازه نمیده که شما به اینترنت اتصال پایدار داشته باشی، پس دریافت جدی نداری. برای همینه تو روند کار کرده 12 قدم صحبت از این میشه که اگه 10 قدم اول رو درست کار نکنی، قدم 11 اتفاقی برات نمیفته، چون تو هنوز ذهنت ویروس داره، هنوز رنجش داری، هنوز کینه داری، هنوز حسرت داری، هنوز عقده داری، هنوز با دنیا سر جنگ داری. بعد اومدی نشستی منتظری که
وصل با خدا، با خدا گفتگو کنی در حالی که با بچهش متنفری. صبح حال اون یکی رو گرفتی، ظهر نقشه گرفتی بری پدر اون یکی رو در بیاری، شب میخوای بری گوش اون یکی رو ببری، پس فردا میخوای به اون یکی کلک بزنی. این اتصال اتفاق نمیفته چون ذهن ما پر از ویروسه. روند خودشناسی یا چیزی که اسمشو گذاشتیم مسیر معنویت، بیشترین چیزی که توش مهمه شناخت عملکرد ذهنمونه، شناسایی ویروس هایی که در ذهن ما ضبط شدن، جمع شدن، و اون الگوهایی که به عنوان باور، ارزش، درست و غلط، سود و زیان در ذهن ما شکل گرفته که به طور مرتب عملکرد مغز ما رو در اختیار خودش میگیره و اون کلمه هوشیاری احساسی رو اجازه نمیده اتفاق بیفته. یعنی من به جای اینکه همین مثالی که میگیم مثلا گرسنمه، چرا عصبانی میشم؟ چون سیستم عصبی من تحت تاثیر هورمون هایی که در بدن منه بهش فشار میاد و من به جایی که پاسخ به گرسنگی بدم با عصبانیت رفتار میکنم. یعنی به جایی که وقتی گرسنمه برم چیزی بخورم، تخلیه خشم میکنم به امیدی که گرسنگی ما از بین ببره. وقتی خسته هستم به جای اینکه بخورم، ببخشید، وقتی خسته هستم به جایی که استراحت کنم، مغزم به این پیشنهاد استراحت نمیده، میگه برو یه چیزی بخور. سیستم عصبیم که فشار قرار میگیره، پرخاشگری میکنم وقتی خسته میشم. اصلا پرخاشگری چه کمکی به مسئله خستگی من میکنه؟ ولی مغز من قوه تشخیص این که چه کاری در این موقعیت رفتار درسته از دست داده، چون عملکردش عملکرد سالمی نیست. پس اگر من بیام انسان رو موجودی سگانه بشناسم از نظر وجودی و بگم که من اینه یه کامپیوترم، یه سخت افزار دارم که بدنمه، باید مراقب سلامتیش باشم، باید آپگریدش کنم، باید به روز نگرش دارم، باید مراقب خوابش، تغذیهش، ورزشش، تنظیمات فیزیکیم باشم، آلودش نکنم، مریضش نکنم، بهش فشار نیارم، ازش سوء استفاده نکنم تا قسمت سخت افزاری من سالم بمونه. یه قسمت نرم افزاری که روان منه، باید شناساییش کنم، ویروس ها شناسایی بشه، الگوهایی که از من انرژی میگیره، انرژی منو تخلیه میکنه، به جای اینکه به من کمک کنه من دستاورد و نتیجه مثبت تولید کنم، فقط منو میکشه پایین و دارم انرژی از دست میدم به خاطرش. اونا رو شناسایی کنم. عین دقیقا عملیات ویروس کشی، اول ویروس شناسایی میشه، بعد ویروس پاکسازی میشه. وقتی شما ویروس کش میذاری این کارو میکنه. اول ویروس شناسایی میشه، بعد ویروس پاکسازی میشه، بعد نرم افزار آپدیت میکنه خودشو، یعنی اطلاعات جدید و سالمی رو جایگزین اون اطلاعات غلط قبلی میکنه، تازه اون کامپیوتر قابل استفاده میشه. کامپیوتراتون پیش اومده احتمالاً ویروس بگیره ببرید پیش یک مهندس کامپیوتر، چون من گفتم بهتون دیگه، من کامپیوترم خوندم. اینا رو خیلی علمی بهتون میگم. وقتی شما کامپیوترتون خراب میشه میبرید ویروس که میگیره، باید ببرید پیش یه نفری بگید این کامپیوتر رو بگیر، ویروسش رو پیدا کن، درست کن. اون برای اینکه بتونه این کامپیوتر رو برگردونه به حالت قابل استفاده، اول باید به وسیله برنامه های ویروس کش اختلالات و ویروس ها رو شناسایی کنه، بعد اونها رو از بین ببره، بعد تازه کامپیوتر آماده میشه که یه بار برنامهش آپگرید بشه، برنامه جدید نصب بشه، بعد تازه کامپیوتر ظرفیتاش و کاراییش میاد به جایی که باید برسه. حالا تصور کنید، باز اونایی که آیفون بازن میدونن، الان دیگه آیفون 12 رو میخوای آپدیت کنی بهت اجازه نمیده. آیفون 10 یا 10 فکر میکنم 10 دیگه، فکر میکنم 10 هنوز الان بخوای آپدیت کنی دیگه بهت اجازه نمیده برنامه و نرم افزار رو آپدیت کنی.
پیامی که میاد اینه، میگه سخت افزار این دستگاه توانایی پروسس کردن اطلاعات جدید رو دیگه نداره. مثلا من خودم یه دونه مکبوک کامپیوتر لپتاپ اپل داشتم، 10 سالش که شد دیگه هر کاریش کردم هیچ برنامه روش نصب نمیشد. بعد که سوال کردم از سیستم چیزش، گفت ما اینو جوری تنظیم کردیم که نرم افزارهای جدید ما دیگه تو سخت افزارهای 10 سال قبل قابل نصب نباشه. حالا اینو چرا دارم میگم؟ اگه بدنمونو مراقبش نباشیم و اینو آپگریدش نکنیم، حواسمون به بدنمون نباشه، میرسه به یه جایی که دیگه مغزمون کشش اینو نداره که چیزهای جدیدتری رو استفاده کنیم، چون همش درگیر بیماری های جسمی هستیم، همش درگیر بدن هستیم، دیگه نمیتونیم تأثیر لازم رو بذاریم، دیگه نمیتونیم خودمون رو به نسخه بهتری تبدیل کنیم، چون همش درگیر بدنیم. پس روند رشد ما باید جوری طراحی بشه، سالمش اینه که هم جنبه سلامت جسمی رو در نظر بگیره، هم جنبه سلامت روانی رو، و در نهایت جنبه سلامت روحی. از اون بابت یه بار دیگه هم اینجا بگم که این مبحث سگانگی رو براتون کامل کنه، جنبه روحی وجود ما که ما بهش گفتیم اون جان ماست، اون قسمتیه که خداوند خودش گفته و ما هم به عینه خیلی همون تجربه کردیم که در وجود ماست. گفت از وجود خودم در شما دمیدم، همون قسمتی که حسن صباح گفت انا الحق، و گفت من در وجودم خدا رو دارم، خدا در منه، خدا اینجاست. این تجربه حضور خدا در وجود ما که به شکل روح برای ما متجلی میشه، این با داشتن معنا در زندگی زنده میمونه. روحانیت یعنی تجربه زیست با معنویت، معنویت یعنی داشتن معنا در زندگی. پس اگه من میخوام جنبه روحی وجودم همیشه سر حال باقی بمونه و همیشه سالم و آپدیت باشه، من باید مرتبا معنای زندگیمو جستجو کنم و با معنای زندگیم زندگی کنم. اگر زندگی من معنایی نداشته باشه، رشد جسمی، هیکل رشد روانی، دانش اینقدر، ولی از نظر روحی بی معنا بشم، میشم همون دکتری که در اردوگاه مرگ آلمان نازی بچه ها رو میکشت. دکتر بود، علم داشت، اما شغلش این بود راههایی پیدا کنه که بچه ها سریعتر بمیرن. میشه همون دکتری که ممکنه با دکتراش برای تولید یک ماده کشنده جدید داره تلاش میکنه، داره یک ویروس خلق میکنه. میشم همون آدمی که با اختلالات روانی که در جامعه داره پخش میکنه و تفکرات منفی که داره توی جامعه پخش میکنه، امید به زندگی و هدفمندی و ارزشمندی رو از آدما میگیره. تفاوت نمیکنه. هر موجودی که در سه جنبه رشد نکنه و تکبودی بشه، اثرگذاریش و منفعتش کاملا تحت تاثیر قرار میگیره و ممکنه نه فقط به نفع خلقت خداوند که یک مبحث بسیار مهمیه، بلکه بر علیه خلقت خداوند از ما استفاده بشه. یعنی خودمون رو در اختیار مسیری قرار بدیم که داریم خلقت خداوند رو خراب میکنیم. مثلا کسی که به سلامتی خودش لطمه میزنه و از سلامتیش مراقبت نمیکنه، عملا تصمیم گرفته به خلقت خدا آسیب بزنه. کسی که از سلامت روان خودش مراقبت نمیکنه، عملا داره به خلقت خدا لطمه میزنه. کسی که در جنبه روحی خودش هوشیار نیست و رشد نمیکنه، عملا داره به خلقت خدا لطمه میزنه. چرا؟ چون همه اینا به شکل سالمش در اختیار من قرار داره
ولی من چجوری ازش استفاده میکنم؟ تو زندگی شخصی خودم من سالها تلاش کردم چیزای خوبی که خدا داده بود رو گند بزنم توش، ولی کماکان در تلاش بود که به من کمک کنه که من ازش مراقبت کنم. یه همچین تجربه هایی به ما اینو میگه که اراده خداوند اینه که ما در سه جنبه سالم بمونیم و تو این سه جنبه رشد کنیم تا خلقت خداوند و رشد این خلقت رو با همکاری خود ما رقم بزنه. حالا راجع به این مبحث و این جهانبینی هم حتما باهاتون صحبت میکنم. برای جلسه اول خیلی موضوع و مفاهیم زیاد بود، نگران نشید. خیلی شاید براتون اینا سنگین به نظر بیاد. طی جلسات بعدی مرتبا راجع به اینا اینجوری یه چیزی رو باز میکنیم، دوباره براش توضیح میدیم، دوباره توضیح میدیم، انقدر این موضوع ادامه پیدا میکنه تا برای شما قابل درک بشه. همه ارزش این گفتگوها اینه که شما صبح که از خواب بیدار میشید این نرم افزار برای شما آپلود بشه که من فقط این بدنه نیستم، من فقط عقده های ذهنم نیستم، من روحمم. قراره که اثرات اون رو در این زندگی جاری کنم، نه عقده های ذهنمو، نه لذت های جسممو. که اگه برم دنبال لذت های جسمم به پوچی میرسم، اگه برم دنبال عقده گشایی ذهنم به پوچی میرسم، و فقط اون جای من امنیت رو تجربه میکنم که برم دنبال معنای روحی و روحم رو دنبال کنم. من وقت رو میدم به بچه ها، یک، سوالاتی اگر مرتبط با این گفتگو هست، و دو، اگر موضوعاتی مد نظرتونه که فکر میکنید دیگه فقط بنویسید، بگید فلان موضوع فلان موضوع. بچه ها اینا رو رکورد میکنن به من میدن، بعد ما شروع می‌کنیم بهش پرداختن. من تایمو میدم به شما امیر جان. بله آقا، ممنونم. خدا قوت. فکر کنم به بهترین زبان و بیان اعلام شدش که این قطار قرار کجا بره. امیر جان، چرا حس و درک روحانیت و معنویت در من در حد 2 ثانیه در هفته هستش و بعضی هفته ها هیچ؟ چیکار کنم که این حس تایمش بیشتر باشه یا همیشگی؟ خیلی عادیه، خیلی عادیه، و خدا رو شکر که همون 2 ثانیه در هفته هست. من انسانهایی رو میشناسم که سالهاست این احساس رو تجربه نکردن. قصه نخور. خیلی عادیه، به دلیل اینکه همین الان گفتم ذهنی که ویروس داره ساعات زیادی از توجه و تمرکز معطوف به اون ویروس ها میشه. یعنی شما صبح که بلند میشی انقدر درگیر ترسات و آرزوات و حسرتات و رنجشات و عقدهات و دیگه نمیدونم باورات و ارزشات انقدر درگیره، یعنی وقت نمیکنی به اون، اصلا وقت نمیکنی از اون زاویه به زندگی نگاه کنی. راه حلش اینه هرچه بیشتر 12 قدم رو برای به عنوان یک ابزار خودشناسی. من یه بار دیگه اینجا میگم، اگه من راجع به 12 قدم میگم چون به دلیل اینکه ازش بهره بردم و میدونم که چجوری کار میکنه، میدونم چجوری عمل میکنه. از یک برنامه خودشناسی مثل 12 قدم میتونید استفاده کنید. بسته به مسئله که دارید همون 12 قدم رو انتخاب کنید و اون به یک خودشناسی شما رو میرسونه که عواملی که در ذهنتون اینقدر اشتغال فکری به وجود میاره که شما زمان کوتاهی برای تجربه روحتون دارید رو، اون عوامل رو پاک میکنید آروم آروم. فضا در ذهنتون باز میشه، تجربه های روحیتون بیشتر میشه. میگن دیو چو بیرون رود فرشته در آید. هر چقدر این ذهن ما آرومتر و ساکتتر بشه، روح ما خودش رو بیشتر در زندگیمون به نمایش میذاره. ممنونم. امیر جان، آیا ما زمانی که به روحمون میپردازیم بهبودی جسم و ذهن رو هم با خودش به همراه داره یا هر سه باید با هم دنبال بشه؟ سوال خیلی خوبیه. هر سه باید با هم دنبال شود. عده‌ای که تعصب دارن روی برنامه های 12 قدمی. آخه ببینید من خودم به شما بگم، من خودم میدونید که خیلیاتون که منو میشناسی احتمالا 99 تامتون از همونجا منو میشناسی. من خیلی چیز دارم، ارادت دارم به این برنامه ها و به روش هایی که راجعش صحبت میشه. اونجا میشنویم این جمله رو که اگر ما در جنبه روحانی، اونجا میگه بیماری ما سه جنبه داره: جسمی، روانی و روحانی، و تنها یک راه حل داره: روحانی. راجع به این قسمت صحبت میشه. زمانی که این کتاب نوشته شد بالای 80 سال پیش بود
و نویسندگان این کتاب شدیداً از خلأ روحانی رنج می بردن. یعنی عموما افرادی بودن که رابطه معنوی خوبی نداشتن، معنای زندگیشون رو پیدا نکرده بودن و شدیداً از این رنج بردن. ولی همونها بعد از چند سال دیدن تجربه های برنامه های 12 قدمی نشون داد که اختلال در جنبه های جسمی چقدر میتونه چرخ روحانیت رو لنگ کنه، اختلال در جنبه های روانی چقدر میتونه چرخ روحانیت رو لنگ کنه. و تنها پرداختن به جنبه روحانی و بیخیال شدن جنبه روانی و جسمانی یه جایی کار رو میرسونه به این که فرد از انجام دادن جنبه روحانی هم باز میمونه. لذا هر روشی که بهبودی رو در سه جنبه دنبال نکنه به تجربه من بعد از مدتی شکست. و من دیدم این چیز رو، مشاهده کردم این رو. مرسی امیر جان. سلام، من تازگی ها رفتم انجمن OCA وسواسی گمنام و فهمیدم من اصلا وسواس داشتم. اگه همه این دردها زیرش اضطرابه، خب اینم مثل بقیه انجمنها میشه راهنمایی کنید لطفاً؟ که این بعد تازه در مورد زیرش اینم پرسیده که افسردگی استرام. خب بگو. آره، و ادامهش هم همینجا خواهش کرده که در مورد احساس گناه هم بگید چطوری رها بشه ازش. راجع به احساس گناه من یه فایل کامل دارم، اسمش م. نمیدونم چیه. چند وقت پیش خیلی کامل راجع به احساس گناه صحبت کردم. فکر میکنم با همین عنوان اگر تو کانال سرچ بکنید پیداش میکنید. کامل کامل چرخه عمل کرده شو در روان انسان توضیح دادم. این اونجا هست، میتونید گوش کنید. ولی قسمت اول سوالش یه بار دیگه بگو، چون من رفتم به قسمت دومش پرداختم. همیشه قسمت اه، اول سوالش. تازگی ها رفته جلسه OCA و فهمیده آها، که اصلا فهمیدم فهمیدم فهمیدم. ببینید شما رفتید انجمن وسواسی ها، بعد متوجه شدید که این وسواستون ریشه در استراب داره و بعد حالا میگید که باید برن چه برنامه رو انجام بدم. خیلی مهم نیست که چه برنامه انجام بدید. من حالا تو این کارگاه یک چرخه عملکرد ترس، استراب، افسردگی و وسواس رو همه رو توضیح خواهم داد و راهکارهای عملی برای هر کدومشون توضیح خواهم داد. این مطمئن باشید که جزء برنامه‌مه. و نکته ای که وجود داره این که شما الان تو کدوم برنامه 12 قدمی هستی باید ببینی آیا وسواس، شما ببینید وسواس، ما یه وسواس عملی داریم، یه وسواس عملی رفتاری داریم، وسواس فکری داریم. کدوم نوعشه؟ خیلی وقتا اینها با تمرین هایی قابل درمانه، بعضی وقتها اینها به نیاز درمان دارویی داره این اختلالات، که حالا راجع به اصلا بحث درمان دارویی و این جنبه هایی که ما صحبت میکنیم هم صحبت خواهم کرد. ولی نکته اینه در حال حاضر اگر برنامه وسواسی ها میری و داره بهت کمک میکنه که ساختار عمل کرده وسواس و الگوهای فکری راجع به وسواس رو شناسایی کنی، بسیار خوبه. همین رو ادامه بده. این کارگارم بیا. فکر میکنم یه 10-15 جلسه بگذره خیلی چیزا برات روشن بشه، حتی تمرین های عملی برای وسواس. چون میدونی اکثر آدمایی که سر و کارشون به برنامه های 12 قدم میکشه، افسردگی، استراب و وسواس مشترکاً توشون هست. حالا هر کی به مدل خودش، حالا بعدن که توضیح بدم هر کی تازه میگه من اینو داشتم، من اینو داشتم. امیر جان، دوستی سوال کردن که برای تنبلی در انجام کارهای خونه با میدیتیشن میشه راه حلی پیدا کرد. یک خانم با کار پاره وقت هستن، همسر و کودک دارن، تقریبا تمام نواقصشون برطرف شده، ولی این یکی رو نتونسته کاری براش بکنه. 12 قدمی 2 سال هم هست که پاکه. آره، ببینید این ممکنه که باز میخوره پرونده. ببینید کمبود انرژی دارن، راجع به کمبود انرژی صحبت میکنن. عده زیادی عده زیادی از مسئله کمبود انرژی رنج میبرن که این رو مصداق بارز تنبلی شناسایی میکنن و خودشون رو تنبل مینامن، در حالی که خیلی وقتا مسئلهشون تنبلی نیست، مسئلهشون سطح انرژی و هورمونیه و عملکرد شیمیایی بدنشون مختله. شما اگه میخوای مطمئن بشی تنبلی یا نه، اول برو آزمایش خون کامل بده، ببین تیروید درست کار میکنه، ببین وضعیت ویتامین ها، مواد معدنی بدنت، عملکرد غدد فوق کلیوی، کبدت، اینها چه شکلیه.
آیا از نظر شیمیایی بدنت در وضعیت سالم هست که بعد به خودت بگی من تنبلم؟ یه وقت ببینی اصلا مشکل بدنیه، یه وقت میبینی مشکل هورمونیه، یعنی باید یه داروی هورمونی دریافت بکنی تا سطح انرژی درست باشه. تو اصلا تنبل نیستی، 30 ساله میگی من تنبلم، بعد میری دکتر میبینی مشکل یه هورمونه، اون هورمون رو دریافت میکنی، انرژیات سالم میشه، میبینی که درست میشه. پس رسیدن و پرداختن به این موضوع یه فرایندی داره که اول بدن رو شناسایی کنیم، ببینیم بدن سالمه، یه آزمایش کامل از مواد معدنی، هورمون ها انجام بشه، ویتامین ها. بعد اگر بدن سالم بود به این رسیدگی بشه که چه لحظاتی چه زمانهایی تنبلی میاد. من راجع به تنبلی که رابطه مستقیمی داره با بیس افسردگی، یعنی ما وقتی افسرده میشیم تمایلمون رو به انجام کارها از دست میدیم. یعنی مسئله این نیست که واقعا جونشو نداریم، جون داریم، به کارهای دیگه میپردازیم، ولی اون کاری رو که باید بکنیم و نمیکنیم. اون بیسش افسردگیه، اون بیسش تنبلی نیست. یعنی همونی که الان خودشو میگه تنبل، وقتی کاری باشه که ازش لذت میبره یه جوری انجام میده که 100 تا آدم زرنگ نمیتونن انجامش بدن. این معنیش اینه که زیربنای این موضوع افسردگیه، تنبلی نیست. بذارید یه ذره بیشتر راجع به این صحبت میکنم بعداً به وقتش. مرسی همچنین. یه دوستی چند تا سوال ترکیبی داره که فکر کنم در انتها جوابش هم توش باشه. بعضی وقتها احساس میکنم قدم ها دارن منو خسته تر یا گیجتر میکنن تا آزادتر. آیا این طبیعیه و از کجا بفهمم دارم درست جلو میرم؟ من درگیر ترس، وسواس و فکر زیادم. اینا اصلا به برنامه ربطی دارن؟ توی کدوم بخش برنامه باید درمان بشم؟ قدم ها، دعا، خدمت یا فقط زمان؟ و اینکه من بین رواندرمانی، دارو و برنامه گیر کردم. از کجا بفهمم تعادلم کجاست؟ چطور بدونم این که از مسیر اصلی دور بشم از هر دو بهتر بهره ببرم؟ بله بله، نه یکی از سوال خوبی بود اتفاقا. یکی از هدفهای اصلی من برای برگزاری این مجموعه از گفتگوها بی‌تارف شکستن یه سری باورها و تابوهای غلطیه که توی برنامه 12 قدم بوده و جا افتاده و سینه به سینه یه مش مزخرفات به اسم تجربه منتقل شده که معمولا هم آدم های بی تجربه و عموما بی سوادی اینها رو طراحی کردن و منتقل کردن، و اون که کمک گرفتن در زمینه های تخصصی رو من میکنن و تلاش میکنن خودشون پاسخ همه سوالا رو داشته باشن. این یه چیز غلطی را انداخته، جا انداخته توی مسیر برنامه که متاسفانه دیگه حتی یه وقتایی خود من رو تحت فشار قرار میده. مثلا من یه دوستی دارم، یه راهجویی دارم میبینم آقا این از یک اختلال شدید روانی داره رنج میبره، یک اختلال جدی داره، باید ازش بخوام که بره پیش دکتر کمک بگیره، پیش متخصص بره. بهش میگم بهش بر میخوره، بهش بر میخوره. یعنی انقدر اینو بد جا انداختن که انگار گفتن حقیقت جرمش بیشتر از اینه که تو ادای همه چی دونا رو در بیاری، راجع به همه چی اظهار نظر کنی، اظهار فصل کنی. معمولا شما ببین از آدم باسواد چیزی بپرسی، چیزی رو ندونه میگه نمیدونم. برو از اهلش بپرس. از آدم بی سواد چیزی بپرسی ساعت ها راجع به اون چیز برات حرف میزنه، چون فقط میخواد بی سوادیشو بپوشونه، نادونیشو بپوشونه. نه، برنامه 12 قدم هیچ تضادی با کمک گرفتن حرفه‌ای از متخصص روانشناس، روانپزشک، درمان دارویی نداره. همون جور که برای درمان جسمی هم هیچ محدودیتی نداره. هیچگاه تو 12 قدم به شما نمیگن اگر کبدت ناراحته برو خدماتو کار کن، برو خودتو درست کن، برو زانو بزن، مدیتیشن کن. میگن پشو برو پیش متخصص داخلی، آزمایش بده، کبدتو درمان کن. بعد در مسیر درمان از دعا و 12 قدم بهره ببر
پا با پشت کار درمانت رو ادامه بدید، چون 12 قدم ابزاریه برای تداوم یک رفتار در زندگی ما. ما 12 قدم رو یاد میگیریم که چگونه یک رفتار درست رو تو زندگیمون تداوم ببخشیم. تمرین، تکرار، عادت. اگر یه نفر یک اختلالی داره از نظر ذهنی و مقاومت داره و میخواد همه رو با روحانیت درست کنه، تجربه نشون داده که دچار توهمات روحانی میشه. آخرش باید مصرف کنه، مصرفش رو پنهان کنه، مشکلش رو حل نمیکنه. حالا من راجع به این قسمت ها صحبت زیاد دارم، میخوام به وقتش راجع به این قسمت ها خیلی حرف میزنم. میگم شاید به مذاق خیلی ها خوش نیاد، واقعا من کاری با اونا ندارم، ایشالا حالشون خوب باشه. من میخوام به اون عده‌ای که دارن این همه زحمت میکشن، میرن جلسه، میان خدمت میکنن، بیخوابی میکشن، رنگ میکشن، ولی حالشون خوب نیست. من میخوام به اونا کمک کنم. من با اونا کار دارم. اونایی که خوبن خوش به حالشون، برن دنبال کارشون. نه یعنی اینجا گوش نکن. مرسی امیر جون. بچه‌ای که پیشنهاد دارید فکر نکنید نمیخونیم، اینا رو من به امیر مستقیم انتقال میدم و میبینن و تصمیم میگیرن. امیر جان، برای شفا و درمان دردهای روانتنی چه کار باید بکنیم؟ 12 ساله که در مسیر 12 قدمی هستن. من فکر میکنم که اینها دو جنبه داره، شفای جسم و شفای روان. این دوتا باید در هر دو مرحله دنبال بشه. یعنی اینکه همین موضوعی که الان گفتم، یه نفر میاد با من صحبت میکنه، میگه من دارم مثال میزنم، مثال براتون میزنم، اصلا شخصی نگیرید، هیچکی لطفا به خودش مربوط نکنه. میاد میگه من دارم ورزشمو میکنم، سر کارمو میرم، زندگیمو دارم، خانواده‌ام دارم، همه چی دارم، حالم خوب نیست. خب از چی حالت خوب نیست؟ 5 تا فاکتور، 10 تا فاکتور، 10 تا سوال میکنیم، متوجه میشیم که این آدم افسردگی زمینه ای داره. از 7 سالگی افسرده است، از 9 سالگی افسرده است، از 14 سالگی افسرده است، ولی تو این سالها زندگی و مشغله هاش بهش اجازه نداده به درمان افسردگیش بپردازه. حالا به هر چی میخواسته رسیده، موادم گذاشته کنار، 12 قدم هم کار کرده، همه چیز بیرون سر جاشه، این حالش خوب نیست. همه هم هی بهش گیر میدن برنامه تو درست انجام نمیدی، بهبودی تو درست دنبال نمیدی، والا داره دنبال میکنه، خدمت هم میکنه، افسرده است، باید بره این جنبش رو درمان کنه. و این آدم ممکنه درمان دارویی احتیاج داشته باشه، باید بره داروشو بگیره. اگر یه چیزی میدونید، فقط و فقط تاکید میکنم، در یک جنبه دنبال بهبودی و شفا رفتن در دراز مدت محکوم به شکسته. بریم همینجا، اگه سوال دیگه هم هست. بله. دوستی آقا نوشتن که 8 ساله که از همسرش جدا شده، مدتیه که بهش فکر نمیکنه، ولی بعضی وقتا که بهش فکر میکنه حال خوبی رو تجربه نمیکنه. لطفا راهنمایی کنید چیکار کنه که بهش فکر نکنه. خب ببین، مسئله فکر نکردن، ببین شما مسئلت با اون ازدواج، مسئلت با اون رابطه تموم نشده، تو هنوز تروماهایی داری، زخمهایی داری، خاطراتی داری، احساساتی داری که اونجا گیر کرده و هر چقدر تلاش کنی سرتو تو این زندگی گرم کنی، تا یه بار نری تو دل اون رابطه، همه جنبه هاشو کالبد شکافی نکنی، همه رازها و زخمها و ناراحتی هاش رو افشا نکنی و بعد برای شفاش دعا و تمرین های 12 قدم رو نکنی، این هر چند سال بگذره تا اسمش میاد، انگار دگمهش رو میزنی، همه خاطراتش میاد بالا. و اولین احساسی که فرد تجربه میکنه عزیزای دل، افسردگیه، چون متوجه بیقدرتی خودش در نجات دادن اون رابطه میشه. احساس میکنه که من ضعیف بودم، بیقدرت بودم، شکست خوردم، یه چیزی در من اشکال داشت و نمیخواد متوجه بشه که چه درسی از این اتفاق گرفته و اصلا اگر اون زمان موفق نشده اون زندگی اون رابطه رو نجات بده، به خاطر برایند آگاهی ها و انتخاباش بوده. باید اون رابطه، اون اتفاق کالبد شکافی بشه، تمام داخلش بیاد بیرون، تمام رنجاش دوباره زنده بشه
یک بار بهش رسیدگی بشه. توی برنامه 12 قدم در چارچوب قدم چهارم این کار انجام میشه. توی مسیر درمانی و ام. روانشناسی، توی جلسات تراپی و رسیدگی کردن به تروماها و قصه های حل نشده زندگی بهش رسیدگی میشه. یه نفر 12 قدم رو انجام میده، به نظر من عده زیادی میتونن با 12 قدم اینجور مسائلشون رو حل کنن. عده معدودی هم میمونن که زخمهایی دارن که شاید نتونن به وسیله یک آدمی که فقط همدرده ریشه یابی و درمان کنن. برای اون چیزای خاص میرن پیش یه متخصص کمک میگیرن، ولی برنامهشون رو انجام میدن. همون که من دارم میکنم. من خودم نزدیک 6 7 سال الان به طور مرتب دارم با درمانگر صحبت میکنم، اصلا اشکالی نداره. یه زمانی این نشانه ضعف بود، یه زمانی این نشانه این بود که احتمالا من مشکلی دارم که دارم این کارو میکنم. امروز نشانه سطح آگاهی منه کمک گرفتن از یک متخصص در موضوعی که من مهارتش رو ندارم و درک کافی راجبش ندارم. اشکالی نداره. شما یعنی بله. آقا چگونه با یک بیمار فعال در زندگی برخورد کنم؟ بعد از 30 روز از ریهاب به خانه برگشت و بعد از 2 روز قول خود را فراموش کرد و یک لغزش کرد. بسیار پشیمونه. حاضر نیست بره ریهاب یا سوبر لیوینگ و الان 4 روز پاکه. باید چگونه با او برخورد کنیم؟ آره، این یه قصه تکراری آشناست برای ما. اینکه اه، خب بچه ها میرن، حالا تو ایران میگیم کمپ، اونجا میگن ریهب، میرن مرکز بازیابی، میرن و همه امیدوار میشن که اینا بعد از یه مدتی که قطع مصرف کردن احتمالاً تمیز موندن رو یاد گرفتن و اونها میان بیرون و بلا فاصله یاد دنیایی که درست کردن و گندایی که زدن و خرابکاریایی که کردن میفتن و میدان این همه فشار روانی رو نمیتونن تحمل کنن و با مصرف رفتار آشنای تکراری میکنن. این که اون فرد این کارو کرده به تجربه ما کار عادیشو کرده. این که شما به عنوان خانوادش غافلگیر شدی و الان به چه کنم افتادی، یعنی اینکه شما هنوز متوجه نشدی که قدرتی در تغییر دادن بیمارت نداری. شما لازم داری به جلسات مخصوص خانواده ها بری و از اونجا تجربه، نیرو و قدرت کسب کنی تا بتونی از خودت جوری مراقبت کنی که مصرف یا عدم مصرف بیمارت زندگی تو رو غیر قابل اداره نکنه. و مطمئنم این سوال از فردی میاد که قطعا میدونه که باید از برنامه کمک بگیره، دنبال میانبر میگرده که یک وقت یک نسخه، یک قرصی، یک عجیمجی من بخونم و موضوع رو تغییر بدم. نه من، نه آدمایی که من میشناسم دسترسی به عجیمجی نداریم. عجیمجی رو یه عده دیگه انجام میدن، شعبش به ما نمیخوره. و توصیه میکنم به روش درمانی 12 قدم برای اختلالات این گونه اعتماد کنید. بی‌نظیره. یعنی برنامه رو انجام بدید، نه برداشت یا سلیقه خودتون از برنامه. واقعا کار میکنه. امیر جان ممنونم. 1 دقیقه باقی داریم. اونم میخوای شما 2 تا سوال دارم ولی به خاطر احترام به وقت اگه سلام میدونین بله، یا لطفا بفرمایید. اونا رو یادداشت کنید، نگه بله دارید. بله به بله. وقتش جلسه امشب رو به پایان میبریم. یه دعای کوچولو من میخونم طبق عادتم. این عادتم از سرم نمیفته، باید دعا شروع کنم دعا تموم کنم دیگه. ببخشید، هر نوع جلسه ای باشه من توش دعا دارم. من دوستا میان خونم مهمونی میگم اول یه دعا بخونیم بعد شروع کنیم حرف زدن. موقع رفتنم میگم یه دعا بخونیم جمع کنیم بریم. این دعاست دیگه، من عادت کردم. چند ثانیه سکوت میکنیم و سپاسگزاری میکنیم از خداوند برای فرصت زندگی و تجربه هایی که کسب میکنیم. ازش خواهش میکنیم تا کمکمون کنه تا هرچی بیشتر به اون چیزی که خودش از خلقت ما هدف داشت نزدیک شیم و در خدمت خودش و هم نوعانش باشیم، هم نوعانمون باشیم. و ازش خواهش میکنیم تا شهامت لازم برای ایجاد تغییر در زندگی هامون رو بهمون بده. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیرم
آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین. شاد باشید همگی، به امید دیدارتون تو جلسه های بعدی.